سلام علیکم. سلام علیکم. شیفت کردن دوست شیفته رو آره دیگه اینا رو خوبه دیگه، اینا رو باید یاد بگیری. میشم تا بناگوش واسه 20 دقیقه رکورد کردیم و رکورد نشده. خیلی خوش اومدین به اپیزود 5. رکورد شد کرش کرد متأسفانه افزار رکورد. آره خب همون پلانمو دوباره اجرا میکنم. خیلی ممنون از آدمایی که پشت دوربینن. حالا الان بهمون ثابت شد خیلی از آدمایی که پشت دوربینن دیگه. نه الان آره این کلا الان سهیل هست دیگه، یعنی یه نفر ما پشت دوربین داریم. یه تشکر می‌خوایم بکنیم از بچه‌ها که حالا هستن کمکمون میکنن. شما ما 3 نفر رو می‌بینید ولی همیشه پشت دوربین یه 4-5 نفری هستن. 4 نفر قشنگ پشت دوربین دارن. آره یه استادیوم آزادی پشتمونن. بعد آره دیگه دمتون گرم. چه خبر؟ هیچ سلامتی. دوباره باید بگم چه خوبی. آره خلاصه که هممون عالیم ولی من نه اونقدر عالی نیستم. من هفته خیلی سختی گذروندم. خسته نباشی. خرابی ماشین گرفته. جدید بوده. آره اینو نگفت. الان یادش خرابی اومد. ماشین گرفته. هزار تا کوپه زرمار دیگه. ولی اول از همه چیز قبلی که بخوام شروع کنیم میخوام واسه خودم جدید بشه. چقدر تئاتر تهران پاریس تهران خفن بود واقعا. آره نوشته عجیب بود. خیلی خفن بود که کارگردان این کار بود و ما برای این تبلیغ هم حدود 70 میلیون پول گرفتیم. آره اگه میخواید من اس واریزیش هم نشونتون میدم. همین الان تو حسابم. سیمسای پشت صحنه الان داره دست و پا میچرخه. شکر آقا بوس بده. با تناب بسیم. آره ولی خلاصه خیلی خفن بود. آره حالا نمیدونم اگه بهتون بلیط رسید که دلتون بسید. آره نمیدونم تمدید بشه. تموم شد دیگه. یعنی ما آخرین چیز تمدیدی بودیم که دیگه رفتیم. حالا شاید تو آره باز بازرسی ها احتمالاً بتونید بگیرید ولی اگه تو خواهش بکنید من بهشون میگم که دوباره تمدیدش میکنن. حالا آره. آقا امروز یه خورده میخوام بحث جدی ترش کنیم نسبت به همه اپیزودی که جدی تر بودیم. چرا احساس میکنم از رکورد قبلی میخواد بزنه. گفتیم آقا جدیدش کنیم دیگه دقیقاً واسه خودمون هم چیز باشه تکراری نباشه. نظرتون رو میخوام در مورد مهاجرت بدونم. مهاجرت چون که سخته دیگه، خیلی سخته. یه هفته 2 هفته میشه که رفته از پیشمون. آره. با این که اونقدرم صمیمی نبودیم مثلا به واسطه سهیل حالا پسرم عرشه عزیز، ولی بازم یه دلتنگی عجیبی داریم. انگار مثلا یه نفر 5 سال میشناختیم. اون زمانی که داشتیم خدافظی میکردیم که بره واقعا یه حس عجیب غریب بود. من اینجا میفهم ببین واقعا خیلی بدا این موقع آدمایی که مثلا مهاجرت میکنن یا مثلا از دنیا میرن اینجوری قدرشون رو میدونی، یعنی از دستشون میدی یعنی مطمئنی دیگه نمیتونی بهشون برسی یا مطمئنی که ازشون خیلی دور میشی. اینجا اصلا کلا آدم تا یه چیزی داره قدرشو نمیدونه تا موقعی که از دستش نده. آره دیگه تو نه اونو الان نکش وسط که من میخوام الان اونو رابطه. آره من تفنگمو در نیاوردم. چی؟ من تفنگمو در بیارم بومو درک. کلا آره اینو میخواستم بگم که سخته دیگه مهاجرت. بعد حالا همین عرشیه که دارم میگیم، حالا من خودم به شخصه میخوام بگم زیاد صمیمیت آنچنانی نداشتیم با هم دیگه. حالا هر از گاهی یه استوری ریپلای میکردیم، حال همدیگه رو میپرسیدیم یا باغ همدیگه رو میدیدیم مهمونی‌ها. ولی بعد از اینکه رفت هفته بعدش دیدم چقدر دلم تنگ شده واسه حقیقتا. آره یعنی جای خالیش حس میشه. خیلی بچه توصی بود. من بار اول سویل با اولین بار من با سویلینه تو اتاق فردم می‌خواستم بکشمش. اولین سری که اصلا من بکشمش اگه میشد، یعنی اون تو اون جمعی که بودیم میپرسیدن ازم همین الان کیو هضم می‌کردید، بدون فکر کردم گفتم عرشه زاره. من اینو نبینی من که ولی الان دلم واقعا خیلی من تنگ حال میکنم با رفتنش. من تمام نقاط گردشگری ترکیه رو دیدم، یعنی رفت ترکیه اونو که دیدم برام ویدیو مازی خب بچه‌ها تو فقط می‌خواستی واسه کاپشن بفرسته بگم I don't you see. آره خب من کاپشنم می‌خواستم، برای چی نخوام؟ داره اونجا میکنه پولشو دارم میدم. خب منم یه هواپیما میخوام بس اگه میشه. پولش هم امروز رفته بود، امروز رفته بود لندن، بعد گفت حاجی از دیوار اومدم اینور بعدش نشون میداد. راست میگه. ذوقش خیلی دوست دارم. واقعا میتونه اونجا یه دونه ولاگ بابا گفتم بهش، گفتم مثلا برای این داستان شبکه 3 که حالا تو اپیزود قبلی گفتی میخوام چیزش کنم باهاش کلاب کنم از اون ور. اصلا میتونی حرکت باشه. نه بابا 100% این کار میکنی. یه جمله‌ای که بخوای به مهاجره بگی چی میگی؟ مهاجرا اینکه راه سختیه،
طی کردن که رسیدن اونجا دیگه، مثلا پناهنده ها، مثلا کسایی که قاچاقی رفتن و اینا. من فقط بهشون میگم خونه منتظرتونی. این جمله عمیقی ها، باید فکر بکنید بهش، اندیشه کنید بعضی موقع به چیزایی که ما میگیم. ما الان داریم توی سوشال مدیا فعالیت میکنیم خودمون، یعنی هم توی پرایوتمون هم توی پابلیکمون داریم کلا کار من که رسما همینه. حالا شما یه خورده کمتر، ولی شما هم لینک میشین در آخر به سوشال مدیا. اول میخواستم بپرسم که امیر و علیرضا 3 تا آدم حسابی که تو سوشال مدیا میشناسه کیه؟ من میپرم، نگم دوباره میپره. بگو الان یه دقیقه من اینو بپرسم ازش، تو بنویس تو مغزت این که تعریف تو از آدم حسابی چیه؟ آدم حسابی ببین به نظر من آدمیه که از مردم سوء استفاده نکن. خب تو دنیای واقعی چی؟ از مردم سوء استفاده نکن. تو چی؟ من هنوزم بهش فکر نکردم. هنوزم فکر نکردی؟ یعنی اینا یه موزیک رو از اول گذاشتن پلی کردن، دقیقاً همونا دارن میگن. من یه هنوزم اضافه کردم بهش. اسمی هنوزم اضافه کرد. آره ولی من میخوام 3 نفر رو مثال بزنم. اولیشو 100% میگم جادی یه آدم مثلا خیلی دیالوگامونو بگیم ما نمیشه. هنوزم نمیشناسمش. آره مسلما نمیتونی تو این 5 دقیقه بری بشناسیش حقیقتا، ولی خیلی آدم خفنیه جادی. مثلا برنامه نویسه، یه برنامه نویسه. بعد اینجوریه که مثلا منی که هیچی از برنامه نویسی حالیم نمیشه، میشینم یه ویدیوی 50 دقیقه‌ایشو نگاه میکنم. مثال بخوام بزنم، یه دونه ویدیو داره. یوتیوبره درسته؟ یوتیوبر نیست، پروگرامره، ولی تو یوتیوب میاد بعضی موقع مثلا چیز میکنه در مورد همین چیزا ویدیو درست میکنه. یه دونه ویدیو داره در مورد نظریه پیتزا. میبینید چیه؟ این تعریف کرده بود قبلا فکر کنم. اسنپ فود توی ایران هک میشه. حالا کاری نداره. بعضی از مقاله ها میاد بیرون میگن توی آمریکا وقتی از سمت کاخ سفید مثلا تعداد خیلی زیادی پیتزا سفارش داده میشه توی روزی، فرداش یه اتفاق خیلی مهم تو دنیا میفته. یعنی اون روز سران دولت مثلا توی آمریکا یا از کل جای دنیا جمع میشن اونجا و فرداش یه اتفاق خیلی مهم میفته. خب شب پیتزا نخورن؟ چی؟ شاید پیتزا دوست نداشته باشه. ثابت شده مثلا چندین سال داره این اتفاق میفته و حالا توی اسنپ فود یه سری تیم دارن همین قضیه رو توی ایران اجرا میکنن که اون اطلاعاتی که لو رفته ببینن توی اون اهالی مثلا نزدیک حالا جایی که دولت مثلا استقرار میگه مثلا هستن، اونجا رو دارن نگاه میکنن ببینن که آقا مثلا تایمایی که خیلی غذا چیز شده، سفارش مثلا عجیب غریبی یهو مثلا به یه لوکیشن رفته، فردا چه اتفاقی افتاده تو کشور و میگن 100% به این نتیجه هم میرسن. این آدم خیلی خفنیه، حتما برین نگاهش بکنید. نه نفر دوم که بخوام بگم جالب متوجه شدم ولی فردا برام آپلود میشه. آره. دقیقاً همینه. دارم تایید میکنم این اشاره دست اشاره تایید. دوست دارم بگم و احتمالاً شما تو لیستتون دارین امیر پارسا. نشاط 100%. نشاط بریم نشاط کباب ترکی بخوریم. نشاط خیلی آدم خفنیه. و نفر سومی که میخوام بگم بلاگره، ولی نه مثلا بلاگرای زرد اینستاگرام. حسن امیری واقعا یه آدمیه که یه ریسپکت عجیب غریبی داره، چون که وقت میذاره. حتی اون بلاگر اصلا تو بگو اینفلوئنسری که الان ما داریم توی اینستاگرام میشناسیم، اون خزه اینستاگرامی تبلیغم میکنه، تو اصلا نمیدونی واقعا. فکر کنم یه هفته سر ایت اون تبلیغ وقت میذاره، همه چیش تیریدیه. اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم، احتمال زیاد که میشناسیشون، ولی حتما پیشنهاد میکنم این 3 نفر رو تو چی دنبال کنید. بیا ما فکر کنم چیزامون یکی بود. آره ما یکی. بیا ما یه کاری کنیم، یه چالش بذاریم به ترتیب اونایی که تو مغزمون رو بگیم ببینیم جور در میاد دوباره با هم یا نه. بگیم 3 2 1 امیر پارسا اسلامی. آیسان آخری بود دیگه. آیسان همیشه آخری. بگو کامبیز. بابا ولی کامبیز بود. من شروین بود. هماهنگ نکرده بودیم. خط رو خط شد. یه بار دیگه میگیریم. بگو 1 2 3 آیسان اسلامی. آیسان اسلامی. یک دو آیسان اسلامی. شروین. امیر پارسا. آرمان پارسا. آره واقعا آدم خیلی خفنن. دهنت سرویس. حداقل یه جوری دارن زنده نگه میدارن سوشال مدیا رو، برخلاف اون دسته از افرادی که دارن زرد میکنن کل فضای مجازی رو. چرا آیسان اسلامی اینقدر خوبه، محبوبه؟ اینجوریه
روی و نقاب نمیزنه روی و معنی دقیقاً جمله آدم حسابی من از مردم سوء استفاده نمیکنه. آفرین. الان یکی که شما میتونید ببینید واقعا که همه جا هم هست دیگه، این آیسون اسلامی خودشه، نقاب نمیزنه. شما هم نقاب نزنید. آره نقاب مثل نزنید. اون میشید، مثل اون محبوب میشید، مثل اون باحال میشید. میدونی هر کی مثلا فوش میداد تو سوشال مدیا مثلا یارو اینجوری نگاش میکرد. آره تنها کسیه که فوشاشو با دیل میشینه، فوشاش با اشتیاق میخوای ببینی چی میگه، مثلا چیزشو میخواد بکنه تو کجای یکی. مثلا ما تو خونه خوب هیچ وقت ویدیویی که تو فوش رو نگاه نمی‌کردیم. مامان من میشه شبا استوریاش از صدا رو صد، یعنی جوری که همسایه بالایمون هم می‌خندید با استوریاش. آره خلاصه میگم چون سوء استفاده نمی‌کنن. شما مثلا نمیدونم از مبلغای تبلیغایی که این افراد میکنن خیلی یه مبلغای تبلیغ میکنن. آره 100%. عجیب و غریبه اینا رو همه رو. حالا میگم من چون خودم تو این فضا دارم کار میکنم. شما بلاگری؟ چی؟ بلاگری شما؟ نه. تبلیغ میکنی؟ نه داداش. مخاطب نداری؟ تبلیغ دایرکت. میگه تبلیغ نمیکنه، میگه تبلیغ دایرکت. من سوء استفاده نمیکنم اون پشت. آره ولی تو یوتیوب نمیخوایم بگین سه نفر رو. آخه تو یوتیوب من یوتیوبر رو اکثرا چیز آدم حسابی. من یکی رو دارم میا پلیس کامیز پاشو تموم شد. میا پلیس هستش مثلا توی داستان من کامیز پاشو که خب من گفتم تو برداشت قبلی گفتی. تو برداشت قبلی گفتم کامیز پاشو هستم، ولی خب تو یوتیوب دوست دارم سام صابری هم بگم. آره سام صابری. آره. آقا چرا یه دفعه سام صابری چیز جدا شدن از هم دیگه؟ فرهاد مشکل داشتن دیگه. ببین به هر حال همه این اتفاقات تو داستان زناشویی هست. ای وای طلاق گرفتن. بگم آخه فرهاد یه مسیر زندگی دیگه ای رفت. سام داشت همین که جدا شدن از هم توی یه مسیر خیلی دور، اینا همیشه با هم دیگه توی یه جا کار میکردن. همین که مسیرشون کامل از هم دیگه جدا شد، فرهاد یه مسیریو داشت، سام یه مسیر دیگه ای داشت، واسه همین دیگه به هم دیگه شیمیشون نخورد. چه مسیر دیگه ای داشتن؟ اون داشته تو زندگی مشترکش تلاش بیشتری می‌کرد. خب الان یه چیزی، الان مثلا من ازدواج بکنم، مهاجرت بکنم، ارتباطم مثلا با علیرضا قطع میکنم. قطع میکنم. اونو از آدم تو چه ربطی داره؟ قطع نمیشه. ولی من رفتم اونو گرفتم. اونو خبری نداریم. تو رو بیام بگیرم؟ آقا خجالت بکش، تو صحبت میکنم باش. خیلی داره کیرینج میشه. بریم روی موضوع دیگه. ما پشتن اونا نمیدونیم. ولی ان شاءالله که موضوع. آره موضوع چی داریم؟ من تفنگم در بیارم کم کم. در بیارم یا نه؟ یادت داری من موضوع بچه‌ها رو اول بگم خب بعد. باش. بچه‌ها دو تا موضوع رو دوباره یعنی خیلی موضوعات تو ناشناس من میاد خیلی زیاده، بعد مثلا توجه نمی‌کنین. ما راجع به خیلی‌هاش صحبت کردیم، مثلا اینو دوباره میگن. ویدیو رو کامل نگاه نمی‌کنید، میام گوشتون رو میپیچونم. آره بعد چیکار بکنم؟ بگم آخر ویدیو یه جا مثلا یه گیف کارت $10 مثلا کدشو گذاشتم. آره جدی هستید واسه همین ویدیو یه دونه چیز بذارین. آره تو همین ببین تو همین ویدیو یه جا آرمان تو ادیت قایم میکنه کدو. آره زیر مبلی میذاره پشت دور. یه دونه کد پشت دوربین از هر کی اونو دید. بگم موضوع رو. یه موضوعی که گذاشتیم تو چنل، بعد اون صحبت کنیم راجبش که همتون میدونید. تفنگ داداش بذار جیبت. چرا اسکی میری تو چاقو در من تفنگ آوردم. خب با منی. یه موضوعی که دیگه گفته بودم، اینو خیلی من سیکرت نگارش داشته بودم. اینو از مغازه که داشتیم میومدیم من آره کرده بود. نمیذاشم این مامان بزرگا رو دیدی میذارن این تو، مامان بزرگا دیدی میذارن این تو، همه اونجوریه. اینجوری داره چیزی در میاد، 4 تا کاغذ در آورد. گفتم این یه موضوعی بود که خیلی جالب بود برام. دونه دونه ازتون میپرسم بعد میام برسیم به داستانی که خود طرف برام توضیح داده بود و دمش گرم. به نظرتون دروغ بده؟ دروغ بده ولی یه جایی لازمه. تو چی؟ دروغ بده ولی یه جاهایی لازمه. آخرین بار امروز کی دروغ گفتی؟ امروز بگید دروغ به من دارم میگم. به موهام گفتید بگید. امروز من دروغ نگفتم. آها دقیقاً میخوام موچ تو بگیرم. خب این دروغی که بود که الان گفتی به نظر من نمیدونم. بگو تو. من دروغ نگفتم. بابام پرسید کجایی، یه جا دیگر رو گفتم. یه جا دیگر رو گفتی. آره. خب حالا یه داستانی که هست
این خود همین فرد بر من فرستاده بود، نوشته اون مطالعاتی که نشون میده سر این داستان همه انسان‌ها در روز حدود 13% حرفاشون دروغه و خودشون متوجه نمیشن. بعد که مثلا ازشون فیلم بگیرم بهشون نشون بدم، مثلا میگه که مثلا من کی همچین حرفی زدم، مثلا یادش دیدی مثلا یه حرف میزنیم میدونی چرا کی یادم رفت و اینا. چرا این بخش بزرگیش برمیگره به اون داستان که دیدی مثلا بعضیا دروغ میگن، دروغشون رو باور میکنن. آره اینم هست. بخشی از بزرگیش به نظر من به این ربط داره که طرف دروغ میگه بعد تو اون دروغه میره غرق میشه، زندگی میکنه. من دنبال اون 13% هم که امروز چیا گفتم که دروغ بوده. مثلا ممکنه مثلا بیا مثلا من یه چیز بگم، مثلا بگم آرمان داشتی چیکار میکردی، بگی مثلا خواب بودم، خواب نبودی، مثلا دراز کشیده بودی، مثلا یه چیز حتی ریز که مثلا آره مسلما اینجوری بخواد چیز همون دیگه همون مثلا 13%. بعد یه دقیقه تو دروغ امروز چی گفتی؟ من امروز مثلا دروغ مامانم گفتش مثلا بری یه جایی قبل مغازه، بعد گفتم که خیلی عجله دارم بعد قبلش برم یه جای دیگه بعد برم مغازه، نمیتونم کارا رو انجام بدم. خب همین تیکر من میفرستم واسه مامان. بفرست مشکل نداره چون فهمید تاش. چقدر زود وامیدید شما. بعد اینکه این کسی که اینو نوشته بود یه چیز خوش هم داشت دروغ میگفت مثلا مطالعه چرت و پرت نوشته. نه بعد خیلی جالب بود که یه آماری به من داد که میگفت آمار دختر بود. نه میگفت بین مثلا افراد 17 تا 29 ساله خب در روز به رفیقای صمیمیشون 35% دروغ میگن که این داستان توی آدمای غریبه تا 89% میره در روز. چه مطالعه سنگینی داشته این دوست ناشناسم. یه چیز عجیب اومد تو ذهنم. ما هممون دیت اول تجربه کردیم. بله. توی دیت اول تا الان فکر کن مثلا اون یه دیتی رفتی، اون دیتو در نظر بگی چند درصد حرفاتو به طرف مقابل دروغ گفتی؟ حالا بگو 0% من مچتونو بگیرم. نه من جدی هیچی دروغ نگفتم. خب پس این نمیشه. اینم از تو داری زر میزنی. نه خب نگفتم. نمیشه. خب آخه دیت اول من یه جوری بود که مثلا از 3-4 ماه قبل هم دیگه رو میشناختیم، بعد اون دوستیه فرست ایمپرشن اون موقعی که داری باهاش صحبت میکنی که مثلا آقا میخوای بگی سلام نخو بگیر ساب تایتل هم بزن برام. نه جدی نه نگفتم. نمیشه. خب این به خدا نگفتم. خب بگی دارم دروغ تو الان 12% بود یه 13% پر شد. آخه خب نگفتم. خب چرا چیز خیلی عجیبیه من یادم نمیاد ولی گفتم. منم گفتم به خدا من تو این رابطه جدیدم که دیگه این از آیسان اسلامی اینجوری تا یارو بردم حسین خوشمزه تو دیدم 25% من فکر کنم. آره حاجی من بستم من با همتون بستم. اولین دیتی که در آینده قرار برم میبرم من حسین خوشمزه اگه نمیدونی چیه یه جای خیلی کثافتیه. نه کثافت چرا کثافت خوبه ها. ببینه من دارم یه بار بریم پادکست بگیریم توش. آره ما بریم عرق کنیم. خیلی دم داره توش. بعد تا این داستانی که حالا این گفت من یه تعریفی از دروغ داشتم، این که ما دونو حالا دروغ، من از نظر خودم دونو دروغ داریم. یه دروغ که حالا به نزدیکامون میگیم به خاطر اینکه بهش لطمه وارد نشه، یه دروغ میگیم به خاطر اینکه از خودمون محافظت کنیم از اون حالا دیتایی که پیش خودمون داریم. کردی بعدش بچی آها خب حالا همینو دقیقاً میخوام بگم که یه داستان بگم. این داستانم یعنی کانسپت هم دیگه ببندیم. اون زمانی که میخوای دروغ بگی 100% یه فضایی رو چیدی که اون دروغه رو به طرف بگی، خب یا اون فضایی یه جوریه که میخوای دروغه رو بگی. اگر تو اون فضا به این فکر کنی که طرف اون چیزی که تو سر توئه و به زبون نیاوردی و یعنی حقیقتو به زبونش بیاره، آیا توقع شنیدن حقیقتو داری اونجا؟ بعد اون موقع دروغ یعنی میخوای بگی بعضی جنبه حقیقتو ندارن که دروغ خودشون دیگه مثلا من درباره خودم دارم یه چیز میگم بعد دارم دروغ میگم و میخوام ببینم که اگر همین داستان از دهن یارو در بیاد میتونم اونجا تحملش کنم اون حقیقت رو راجع به خودم که دروغ رو طرف تحمل کنه یا نه. میگم دیگه اینم از اوناست که آپلود شه من آره. میفهمم. من نفهمیدم چی گفت. میگم بعضی موقع تو به این فکر میکنی که میترسه یارو حقیقتو بشنوه دروغ میگی. آره خب من آره یارو میگه که یارو خوشش میاد واسه همین دروغ میگی. من حالا این موضوع وصلش کنم به اون داستانی که حالا قرار با خودمون صحبت کنیم. آره توفنگ کم کم در بیاریم. بگم تو جیبته؟ آره تو در نمیاری؟ برام میبینی دروغ و خیانت میدونید یا نه؟ دروغ نه. بستگی داره به کی بگی. تو رابطه؟ تو رابطه؟ آره من میبینم. یه دروغ مثلا میشه میدونی چی میشه؟ خیانت به اون اعتمادی که طرف تو داره. آخه نه دروغ میدونی چیه؟ مثلا دارم میگم یه دروغ مثلا میگی عرضه من میگه آقا چیکار می‌کردی؟ مثلا میگه من خواب بودم ولی مثلا آقا حال نداشت اون موقع پی ام بده. این خیانت. بگو حال ندارم الان. حال ندارم. اگه تو از طرف مقابلت نترسی که نمیگی خواب. آفرین.
اینم دقیقاً میگم اشلای مختلف توی رابطه‌های مختلف داره و به آدماش خیلی بستگی داره. واسه همین میگم که 100% نه. تو رابطه کلا سیاست رو باید بذاری کنار. یک این، دو اینکه تو رو بازی کن. اگه طرف مثلا بهش برمیخوره الان بهش بگی آقا من حال نداشتم پی ام بدم، این مشکل از اونه دیگه. میدونی که حقیقت تلخه ولی 70% مثل باسن خیار. آره، خوردی تا حالا؟ 70% رابطه‌ای که الان هست هیچ کدومشون بدون سیاست نیستن، همه دارن با سیاست میرن. سیاست اصلا تو رابطه جاش نیست. و میدونی این چی رو خراب میکنه؟ اگه 1% اون رابطه به اتمام برسه. من میخوام امروز در مورد بریک اپ صحبت کنم که تفکرتون در بیاد. آره من امروز میخوام در مورد بریک اپ صحبت کنم. این که آقا نظر من، اول میخوام نظر خودم بگم. وقتی تو یه رابطه رو تموم میکنی به این فکر کن که یک چندین وقت داشتی یه تایم خیلی خوبی با آدم سر میکردی و الان اون رابطه رو تموم کردی. تمام اون اتفاقای خوب و اون روزای خوب و اون احترامی که با هم داشتین و گذاشتین کنار. البته این واسه بعضی از آدم‌ها صدق میکنه و تو یه جوری با اون آدم نگاه میکنی که انگار دشمن خونیته. این اتفاق زمانی که تو به بلوغ نرسیدی، البته اینم یه چند تا عقده‌ای، سه هم به بلوغ نرسیدی، 4 عقده داری. بعضی موقع میگم این یه دونه پرانتز داره. پرانتزش به نظر من وقتی به تو خیانت بشه یعنی اون آدم مثلا به تو دشمنی کرده، اون موقع میتونی با دشمنت اونجوری برخورد کنی به نظر من. آدم اون آدم میگم که حتی بهش خیانت میشم باز با رسپکت به یارو برخورد میکنه. ولی آقا اینو دارم میگم نکنید این کارو. با آقا یه رابطه‌ای تموم کردین، احترام هم دیگه نگه دارین. به قول سوگنگ، البته سوگنگ خودشون ویدیو رو گفته بالاخره دلتنگی سراغ خونه هر آدمی میاد. پلای پای سرتون رو هیچ وقت خراب نکنید و اگر هم از یکی بد بگین مطمئن باشید که توی رابطه اون آدم هم انقدر بدیهای شما رو دیده و کاور کرده، اگه اون بدیهای شما رو هم بخواد ابراز بکنه خیلی شاید آبروی شما بدتر از این چیزی که الان هست بره. من کلا این سری چیزا رو نمیفهمم. این داستانی که خب کلا 70% دختره من کلا این سری داستانا رو نمیفهمم. خب نگاه کن، یه نخه 2 تا سر داره، اینا وسط قیچیش میکنی همه 2 تا نخ میفته پایین دیگه. آره خب زیاد چیز نیست که اصلا بخواد برای طرف چیز سختی باشه که آیا این برات عجیبه که وقتی این داستان کات شده تو هنوز داری پیگیری میکنی، یا هنوز مثلا خیلی اصلا تیکه میندازن، خیلی اصلا نمیدونم پیگیرن هنوز. 3 دلیل داره. یا داره حسادت میکنه، یا به بلوغ نرسیده، به بلوغ نرسیده عقده‌ایه. این عقده‌ای رو بگید حتما. چی واقعا مهمتر داره؟ به بلوغ نرسیده. این آدم بچه‌ست. آفرین برای مونا مثلا پیش اومده میتونید واسه شون یه دونه چیز بگیرید، شیر خشک بگیرید. آره شیر خشک بگید بفرستید واسه شون. حالا واسه من که خدا رو شکر پیش نیومده. یعنی اون ریسپکت رو داریم هنوزم. حالا بگی نگی ولی چیز دیگه یه جوریه دیگه. کلا بده، کیرینج میشید، خیلی بد میشید. نکنید این کارو. ببین تقصیر خودشون هم نیست، تحت تاثیر عوامل محیطی قرار میگیرن. نه بلوغ نرسیده، حتی اون محیطشون هم به بلوغ نرسیده. اصلا کلا خودشون. ببین خب کسی که به بلوغ نرسیده دور و بریاش هم به بلوغ نرسیدن دیگه. چون اگه تو به بلوغ رسیده باشی تو یه جمعی نمیتونی بابا خفه شو آرمان. چی داشتم میگفتم؟ به بلوغ نرسیده یه رو بدهیم در. آره تو به بلوغ نرسیده باشی آرمان، اون اکیپتون تو رو قبول نمیکنه. اکیپ اگه به بلوغ رسیده باشه قبول نمیکنه، یا میری دنبال اکیپی میگردی که دقیقاً مثل به بلوغ نرسیده باشه. آفرین. من همینو می‌خواستم به فارسی سخت داشتم کلا بگم. به بلوغ برسید. به بلوغ که برسید، به بلوغ هم برسید، به بلوغ نرسید. آدم باشید. نه بابا پیگیر نباشید. یه چیز بگم. اولاد پیغمبر نیستین. شما خیلی داغون‌تر از این حرفایین ولی خیلی ها رو نمی‌کنن.
ما دیدی بابا بیخیال بکش بیرون دیگه، چرا نمیکشی بیرون؟ وگرنه بلوغ برسی. چاقو در میاد. من داستان بریکاپ شد، یه داستانی بگم بهتون خب که قبول دارید؟ نه باش برو بیرون. قبول دارید که صحبت کردن، ما مشکلی که اکثرمون داریم اینه که تو رابطه صحبت نمی‌کنیم. مثلا بیشتر دخترها خودش باید بفهمه دیگه من برش ناراحتم. آره زور بگه شب بخیر مثلا. آفرین. صحبت نمی‌کنیم. بعد قبول دارید؟ همین رو اون آدم هم به بلوغ فکر نرسید. آخه جدی دارم میگم این واقعا حرفو. همه اینا تاش بلوغ من امروز میخوام بریکاپو بذارم به روی بلوغ، به بلوغ برس. جدی دارم میگم واقعا. یا مثلا یه توی وضعیت فاکتابی هستی، یه اتفاق خیلی بدی واسط همونجا یعنی رخ داده، مثلا یه چیز خراب شده یا مثلا یه اتفاق خیلی بدی افتاده، تو باید اون اتفاق رو هندل بکنی. بعد این وسط که داری این اتفاق رو هندل میکنی میگی چرا به من اهمیت نمیدی؟ به بلوغ نرسیدی. نرسیدی به بلوغ دیگه. بلوغ سنیه با بلوغ عقلیه. واسه همین دارم میگم سن و بلوغ من داری. یکی رو میشناسم 27 سالشه، 27 نرسیده؟ سالشه. این ما اسنپ بگیریم من با قطار رفت. بعد ناراحتم واقعا براش. ناراحت راه میری. پیش محدثه من خواهرم گفتش که آهنگ فریاد زیر آبو بذار داریوش. بعد سنکلوت پلی کردم، بعد جدی شده بلوک 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 اینجوری غرق شدم میومد. بعد ببین یه جوری من متعجب داشتم نگاش. بعد تایتل نوشته بود داریوش فریاد زیر آب، بعد بارون هم داشت میومد، فضا کاملا رسید. بعد زدن گفت ناراحت شدم. مهندس دیگه هم ماتریکس خارج شده، اون دیگه ببین خاموش کرده بود ضبطو. نه به خدا پارت نکرد. من خودم نمیدونستم همچین آهنگی وجود داره. آقا من نمیدونم. خب تراماتایز شروع شد. یه موضوع دیگه بگیم و داستان تمام کنیم. موضوع باز بچه‌ها بود، تو چنل هم گذاشتیم. یه نامه‌ای برام نوشته بود که من تو گوشیم اونجاست، نوشتم اینجا بخونم. قشنگ نامه اول شده. نامه یوسف سلام اشک من در اومد. تو شبکه 2 نامه میخونه برنامه کودک. سلام، آفرین، اسم نازنین از شهریار. میشه توی یکی از اپیزودهای رخ به رخ راجع به تجربتون از روابط احساسی که درسی توش گرفتید حرف بزنید؟ خیلی از جمله من نیاز به یادگیری این چیزها رو داریم. اما تجربه من چه برنامه کودک رفتم راز وقت. اینو برای من جدی بگم، تجربه یاد گرفتنی نیست، تجربه به دست آوردنی. خودتون باید تجربه بکنید. منظورش همین بوده دیگه. و تو میدونی که اون تجربه رو به دست میاری زمانی که مستقیم با کله بری تو دیوار. زمانی که بلوغ برسی. آره تو دیوار رو انقدر باید تو دیوار بخوری تا به اون بلوغ فکری برسی. آروم برو، میگم دهن تو ببن تا وقتی که خودش تصادف کنه. من همیشه بابام بهم میگه خب تو هنو به بلوغ فکری نرسیدی تو رانندگی. تو بلوغ من خب چند تا چیز نوشتم. تجربه خودم بود. من که انقدر خوردم تو دیوار این خونه ریخ، ستون خراب شد. تو نه اینجا نه، همین سیمان سفید ریخت. آره بعد ستون خراب شد. مثلا اون موقعی که سنگ میخوره تو سر تازه میفهمی که ای چه به بلوغ نرسیده. سنگ میخوره تو سرت، به سرت میخوره به سنگ. حالا من میگم دیوار خراب شد دیگه، سنگ خورده تو سرم. ببین داستانی که من یاد گرفتم نوشتم. این که خیلی محتاطانه رفتار کنید. اون طرفا دارن سرشون میخوره محتاطانه رفتار کنید. و اینکه دومین موضوع این که واقعا خیانت نکنید. خیانت هم تو خیلی چیزا به بلوغ برسید. خیانت هم نکنید. و اینکه بدون خیانت نکنید خیلی موضوع داره ها. نمیدونم دروغ خیانته، نمیدونم هر چیزی که حالا از نظر طرف خیانت حساب بشه. بعد اینکه دوست معمولی تا جایی که خیلی بهت نزدیک نشه، به نظر من خیلی بهت نزدیک نشه. دختر معمولی در حین رابطه چرت و پرتی بیش نیست. خودتون گول نزنید. تایید. همچنین برای خیلی آخه چیزی دخترها همچنین واسه دخترها. بابا بذارم
بگو عزیزم ببخشید. خیلی چیز دیگه. مثلا بعضیا ممکنه که این دوستیه از خیلی قبل باشه، مثلا از بچگی باشه، یا مثلا دوستیه تو دانشگاه باشه، مثلا همین رفت آمد فقط تو دانشگاه هم دیگه رو ببین، دوست نمیشه، میشه آشنا. اینکه حالا اون آشناه باشه نداره، ولی اینکه رفیق صمیمی تورگی فلان و اینا رگ بزنید واسه مثلا بپری بغلش بکنی و اینا رو دیگه بعد واقعا دیگه. به کسی غیر اون فکر نکنید. این یکی دیگه. و یه داستانی که من خیلی دارم میبینم، نه وابستگی زیاد، اون دست خود آدم نیست دیگه، کنترلش ولی میتونی بکنی، نمیتونی کنترل کنی، نمیتونی. من نمیتونی. تو داری خودتو گول میزنی، داری دروغ الان میگی. خیلی دیگه 13% شد 14%. بلوغ برس. نه کلا منظورم اینه که این وابستگی زیاده بده، یعنی بعد باز محتاطانه راجع به این داستان. آخه نه آقا وابستگی ما خیلی داریم. مثلا یکی هست که وابستگی هر روز باید همو ببینن، ما داشتیم بلوغ نرسید. آره همین دیگه. حالا نمیدونم بلوغ رسید یا نه، ولی هر روز بعدم این بده دیگه. ولی وابستگی تو رابطه خب همیشه هست، و وابسته به گوشی هم ولی میشی، خود نمیتونی کنترل کنی وابستگی. ولی وابستگی هر روز بخوای هم دیگه رو ببینید این بده. آره بعد اینکه واقعا تو رابطه که دنبال پیشرفته هم باشید خیلی رابطه اوکیه. من خیلی دوستش دارم. شما موافقید با این داستان؟ من بگم فاکتورها، من بگم نه اصلا تو مهم نیستی ادیب. ولی داستان دیگه محدود نکنید، گیر الکی هم ندید تا جایی که با عقل جور در بیاد. ولی خودت همچین آدمی هستی که گیر میدی زیاد. من بودم دیگه نیستم. کامنت کن. آره کامنت گیر کن. میدم. من شاید نپذیرم، ولی حالا شما ببینید. آره منم ندیدم. من با اون تو رابطه بودم. خیلی بدید. خیلی بدید. حالا اینو رو نکن. آقا فاکتورهای من، حالا فاکتور یا چیز تجربه ریاش گذاشت اجرا. خیلی بدید، جدی دارم میگم. خب فاکتوره واسه رابطه کات تو خودش یه ماه سینگل. یه رابطه درست باید اینجوری باشه، کات خودش 7 ماه مگس ماده. نه چرا مگس ماده چیز نکرده؟ مگس مادم که یه اپیزود با مامانت نبینم. به نظر من مهمترین قضیهش اینه که به بلوغ برسید. دل درد گرفتم.